بزرگترین دغدغه یک مرد مسائل مالیه. بزرگترین دغدغه یک زن جذابیت فیزیکیه. بزرگترین ضربه به یک مرد خیانت جنسی یک زنه. بزرگترین ضربه به یک زن خیانت عاطفی یک مرده. نکته بعدی این که آقایان اول باید به لذت جنسی برسن تا آرامش پیدا کنن. خانم ها ابتدا باید آرامش پیدا کنن تا به لذت جنسی برسن. خانم ها برای لذت جنسی مقدمه میخوان، احساس آرامش میخوان، ایمنیت خاطر میخوان، احساس امنیت باید بهشون داده بشه تا ورود پیدا کنن به نیاز جنسی. و متاسفانه یکی از نقاط بحرانی طلاق تو کشور ما همینه که مردها اینو متوجه نیستن. و همین خاطر مرد خیلی هول و ولا داره که هر چیز زنه میگه چیه چقدر زیبا میگه او شاعره که میگه او کام گرفته ز من آرام نشسته، من تازه به شوق آمده او خسته، من تشنه تر از تشنه و او سیرتر از سیر، پیمانی من خورده و پیمانی شکست. متاسفانه متوجه نیستن. مرد بعد از اینکه ارتباط جنسیش انجام داد خور پفش گیره خوابش. به همین خاطر این زن بعد از 3 سال 5 سال 8 سال میاد مشاوره، میگه من در این رابطه جنسی حتی یک بار به ارگاسم نرسیدم، حتی یک بار لذت جنسی رو من دریافت نکردم، حتی یک بار. بعد شما انتظار دارید همیشه یار از توی بزنه بیرون؟ نمیزنه. اینو به خاطر بسپرید. در خانم ها برای سلامت جسمی، سلامت جنسی و سلامت شغلی فقط یه باتری وجود داره. یعنی اگر یک زن سلامت شغلیشو از دست داد و اخراج شد، چون این باتری آسیب میبینه، هم به سلامت جسمی هم به سلامت جنسی زن آسیب وارد میشه. در یک زن اگر که سلامت جسمیش آسیب ببینه، چون به این باتری آسیب وارد شده، هم سلامت جنسی و هم سلامت شغلیش در معرض خطره، چون یه باتری داره. زن از بعد شغلی، جنسی، جسمی آسیب ببینه، اون دوتای دیگه رو هم به آسیب میکشونه، چون یه دونه باتری داره. در مرد اینطور نیست. آقایان برای سلامت جسمی و سلامت شغلیشون یه باتری دارن، یه باتری دیگه جداگونه مال سلامت جنسیشون. اینو خانم ها باید به خاطر بسپرن. به همین خاطر آقایان ممکنه سلامت جسمیشون از دست بره، سلامت شغلیشون هم از دست بره. یعنی مرد بیمار باشه، بیکار هم بشه، بیحال هم بشه، بیار هم بشه، اما این باتری چون سالمه. اگر یه خانمی اومد رفت میگه ها چی، کجا، چطور، چون این سالمه، این سالمه.